الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. حدیثی را که خواندم عبدالله بن عمر رضی الله عنه، صحابی بزرگ و یکی از علما و بزرگان صحابه و در اتباع به رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت شهرت خاصی داشتن. اسم کنیشان ابو عبدالرحمن، پسر عمر بن خطاب رضی الله عنه، می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم را شنیدم که می گفتند: بنی الاسلام علی 5: اسلام به 5 رکنی اساس گذاشته شده. بنی الاسلام و بنا گذاشته شده. اسلام علی 5 خصال او 5 ارکان او 5 مبان، یعنی بر 5 رکن و 5 پایه و اساس اسلام بناش گذاشته شده. به صیغه مجهول اینجا گفته بنی الاسلام، و اسلام بنا کرده شده، بناش گذاشته شده. البته معروف است که بنای زیرا کی گذاشته؟ الله تعالی گذاشته بنای اسلام. او مشرع است، صاحب شرع است و به زبان پیامبرش ایره به بنده هایش رسانده. پیامبر مبلغ عن الله است. رکن اول اسلام شهادت لا اله الا الله. بیان میکنه که کلمه شهادت است. کلمه شهادت 2 جز داره. جز اولش لا اله الا الله، جز دومش محمد رسول الله. و این 2 جز اقرار و انکار به منزله یکی شمرده میشه. یعنی یکیش اگر اقرار کردی، دیگرش اقرار نکردی، گویا این که هر دو را اقرار نکردی، هر دو را تکذیب کردی. یکیش تکذیب کردی، دیگرش اقرار کردی، به معنای ازی که هر دو را تکذیب کردی. کسی که قبول داره هر دو را باید قبول داشته باشه. شهادت لا اله الا الله، کلمه شهادتی به کسر خوانده میشه، کسر تا، و به ضم هم به پیش هم خوانده میشه. اعرابیش به کسر اگه خوانده شود بدلی از 50 است. اگه به ضم خوانده شود پیش، این وقت خبری از مبتدای محذوف و هی شهادت ان لا اله الا الله. لا اله الا الله معنای زیرا باید بدانیم. لا اله الا الله، نیست هیچ معبودی بر حق مگر الله تعالی. نیست معبودی بر حق بجز الله. در لا اله الا الله 2 رکن است، 2 چیزی مهم است باید این ما بدانیم. یکی نفی است، دوم اثبات است. نفی تمام الهی باطل را میکنه و اثبات عبودیت برای الله تعالی، یعنی معبودی بر حق فقط الله تعالی است، دیگر همه معبودها باطل هستند. کسایی که معنای لا اله الا الله را لا موجود الا الله میکنن، اونا در حقیقت اشتباه گرفتن. الهه باطله موجود است، قرآن هم صراحت داره که الهه باطله موجود است، لکن الهه بر حق نیستند. بجز الله دیگر الهی بر حق نیست. کلمه شهادت ان محمد رسول الله، گواهی بدهی که محمد صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده شده الله تعالی است. این کلمه چند مقتضیات داره. اول می که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن چرا که گفتن او را تصدیق کنی، او یه حق است از جانب الله تعالی به امت رساندن. و دوم چیزی را که امر کردن بجا بیاری. سوم چیزی را که نهی کردن از او اجتناب کنی. و چهارم رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقش غلو نشود. جنس رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضیا نور میگیرن و در حقش غلو میکنن، اوصاف میتونن که گویا که اوصاف خدا را کسب رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. در حق میقدر غلو نکنید مانند که نصارا در حق عیسی پسر مریم علیه السلام غلو کردن.
رکن دوم و اقام الصلاه و بجا آوردن نماز با پا. نماز اقامت کنی. اقامه نماز میشه که نماز برکان با شروط با واجبات با سنن مستحباتش ادا کنی و ایتاء الزکات و دادن زکات. زکات یعنی از اموال مخصوص بعد از رسیدن به نصاب. هر مالی از خود نصاب خاص داره. بز نصاب خاص داره، گوسفند نصاب، بز و گوسفند یک نصاب داره و گاو از خود نصاب داره، زراعت و چیزا از خود نصاب داره، شتر از خود نصاب داره. همچنان هر چیزی که یعنی به زکات است از خود نصاب مشخصی داره. تفصیلات در شریعت فقه، کتب فقه موجود است. وقتی که زکات بالای انسان در مالش میاد زکات بده. یک رکنی از ارکان اسلام. و حج البیت و حج خانه خدا، این هم رکن مهم از اسلام است. حج خانه خدا در بعضی روایات تخصیص قید میآید که من استطاع الیه سبیلا، کسی استطاعت داشته باشد، استطاعت مالی و جانی و همچنان را امنیت برابر باشد، نفسش در خطر قرار نگیره. و صوم رمضان و رکن پنجمش روزه ماه مبارک رمضان، یک ماه مکمل روزش فرض است که انسان او را باید بگیره. این حدیث متفق علیه، بخاری و مسلم هر دو در صحیحین روایت کردن. از حدیث چند فوایدی دانسته میشه. یکی، اسلام 5 رکن داره، مشهور است. دلیل چی از دلیل می حدیث است؟ بنی الاسلام علی 5. دیگری که فواید حدیثی است که امی 5 رکن تدرج داره، مراتب داره، همه یک قسم نیست. کلمه شهادت یعنی رکن اولی است که در رأس قرار داره. اگر این رکن کسی نیاره، متباقی ارکان اگر انجام بده به درد نمیخوره. یعنی این رکن اساسی است. و اما متباقیش علما اختلاف دارن و در نماز اختلاف جدی تر است. دلایل واضح برمی دلالت میکنه که تاریک نماز کلا اگر ترک کنه، هیچ نماز نخونه، در کفر از هیچ کس اختلافی نداره. اما اگر متکاسل باشه، گاهی بخونه و گاهی نخونه، باز ای در کفر از اختلاف دارن. دلایل خیلی قوی دلالت به این میکنه که تاریک نماز کافر است. و مسئله زکات هم مسئله اختلافی در کفر از اختلاف دارن. و البته مانعین زکات، کسایی که زکات نمیدهند، حکومت اسلامی بوده باشه، همراهشان جنگ میکنه به زور. قسمی که ابوبکر صدیق به زور گرفتن، اینا هم باید زکات از پیششان به زور بگیرن. متاسفانه در زمان ما چقدر مسلمان هست که زکات خدا نمیدن. اگر زکات مسلمان ها بدهند، فقیری در دولت های اسلامی یا حتی در دولت های غیر اسلامی که مسلمان زندگی میکنه، شاید فقیری پیدا نکنی. الله تعالی توفیق بده و عمل به این حدیث بزرگ توفیق بده که عمل بکنیم. بارک الله فیکم.